سلام، خسته نباشید. خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که تو این موزه عروسک‌های ملل چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیره. یک توضیح در رابطه این موزه بفرمایید. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های عزیز. ما موزه عروسک‌های ملل رو داریم. حدود 9 ماه هست که موزه افتتاح شده. موزه یک موزه خصوصی هست و تحت مجوز و پوشش سازمان میراث فرهنگی ما فعالیت داریم. مخاطبان اصلی موزه ما کودکان هستند و خانواده ها. ما در طول هفته پذیرای گروه‌های دانش آموزی هستیم از مدارس و حالا بعضن مراکز پیش دبستانی، مهد کودک‌ها، هنرکده‌ها. دوستان میان، بچه‌ها میان همراه با مربیاشون و از موزه بازدید میکنن. موزه 2 طبقه اصلی داره. طبقه اول عروسک‌های ملل رو داریم که از 53 کشور جهان عروسک هست و حدود 700 عروسک توی ویترینای ما هست. پس نگاه کنیم بچه‌ها، الان چند نمونه کار اینجا کنار هم داریم. این نمدهایی که شما درست کردین بچه‌ها هر کدومش یه کار هنری و صنایع دستی ایرانیه. میدونین که با چی درست میشه؟ اینا با هم صحبت کردیم. با چی درست میشه؟ با پشم گوسفند. بله، فصل تابستون پشما رو میچینن، پشمای گوسفندا رو میشورنشون و بعد با کنار هم گذاشتن اینا و با نمدهای رنگی، با پشمای رنگی کنار هم دیگه میتونیم نمد مالی کنیم و تجربه ساخت یه نمد کوچولو رو با طرح دلخواهمون انجام بدیم. سلام آقا کوچولو. خوبم. حالا شما چطوره؟ بله. خوبی؟ بله. چیکار داری میکنی اینجا؟ داریم ما داریم این داریم درست میکنیم. اسمش چیه؟ نمد. این الان طرح خودته؟ بله، مال من. الان این چیه؟ برای ما بگو این چیه؟ این همین گردیاشو میبینین. اینا من نقش گردیان. این الان چیه؟ این الان خورشیده. این چیه؟ چمنه. اینا چیه؟ اینا واسه طرحه. طرح چیه؟ گله؟ یه جوری میشه. با کی اومدی اینجا؟ تنها اومدی؟ نه، با مامانم. این کارو دوست داشتی؟ خیلی. من که باید کف مالی بکنی. چی کار بکنی؟ کف مالی. اینا چجوری درست میکنن این نمده رو؟ این اولش پشم گوسفند توی تابستون ون میداریم. اون وقت میذاریم اینجوری این شکلی. وقت بعدش روش شکلای مختلف میسازیم. وقت بعدش روش تور میذاریم و آب جوش میذاریم و بعدش صابون میمالیم روش. بعد این میشه نمد. بعد وردانه هم میکنیم. وردانه میمالی که چی بشه؟ که نمد مالی بشه. کاری که در حقیقت در مرداد ماه، یعنی جشنواره تابستانی این موزه عروسک‌ها، و حال امکانی بود برای اینکه فکر بکنیم که بچه‌ها چگونه اوقات فراغتشون رو بتونن پر بکنن. ما 16 روز رو از تاریخ اول مرداد تا 16 مرداد اختصاص دادیم به حال آشنا کردن بچه‌ها، کودکان، نوجوانان، مربیان با شیوه ساخت عروسک‌ها و اسباب بازی‌ها و بخشیش هم برمیگرده به اینکه بچه‌ها بتونن هنر ایران رو بشناسن. خب امروز که روز اول در حقیقت افتتاح این جشنواره هست، از 10 صبح به حال کودکان، نوجوانان همراه خانواده هاشون به حال تشریف میارن اینجا آمدن و هر کدوم از اونها انتخاب میکنن که چه فعالیتی رو در حقیقت در طول اون تایمی که دارن، زمانی که دارند به حال چه فعالیتی رو صرف بکنن. بله، اینا عروسک‌های خیمه شب‌بازی هستند. عروسک معروف خیمه یه عروسک سیاه‌پوسته که معمولا لباس قرمز میپوشه، اسمش مبارکه
و خب شخصیت اصلی هست. همیشه کسی که داره عروسک گردانی میکنه بالای صحنه یک سوت‌های کوچیکی رو به نام صفیر زیر زبانشون میذارن و صداشون زیر میشه. صدای مبارک معمولا خیلی زیر و نامفهومه. بابای خیمه که نشسته و داره دنبک میزنه و با مبارک صحبت میکنه، هر سوالی از مبارک میکنه، مبارک وقتی جواب میده اون بابای خیمه دوباره حرف مبارک رو تکرار میکنه که ما بفهمیم کامل چی گفته. اون خانمی هم عروسکی که وسط اسمش بیبی زرفشونه و اونجا کنار مبارک هم یه عروسکیه که نشسته، زن مبارک به نام تبارک. عروسک‌های ما هم عروسک‌های فرهنگی هستند که ما رو با فرهنگ‌های کشور خودشون آشنا می‌کنن، با آداب و رسومشون، لباس‌های سنتیشون، قصه‌هاشون، افسانه‌ها، اسطوره‌ها و تاریخ کشورشون. طبقه دوم هم عروسک‌های ایران رو داریم که یک سالن داریم که عروسک‌های تاریخی ایران داخلش هستند که از دوره ایلامی‌ها 5000 سال پیش این عروسک‌ها تا دوره قاجار سیر تحول لباس رو در دوره‌های مختلف تاریخی به ما نشون میدن. بخش دیگری هم داریم برای معرفی عروسک‌های روستاییمون، عروسک‌های بومی که در روستاها ساخته میشه و هر کدوم قصه‌های خودشون و باورهای مردم منطقه خودشون رو دارن و پوشش مردم و منطقه رو هم نشون میدن. عروسک‌های آیینی هستند، مال شمال ایران هستند. عروسک قاشقی هستند، مال استان مازندران هستند. پشت قاشق چوبی نقاشی میشه، لباس تنشون میکنن، لباس کشاورزی، یک زن و مردن، محصولات کشاورزی دارن و وقتی بارون نمیاد مردم روستایی این عروسک‌ها رو درست میکنن و بعد قاشق زنی میکنن و دعای بارون میخونن که بارون بیاد. این دوتا هم که پایینن با ساقه برنج درست میشن و عروسک‌های برکت شالیزارا هستن در گیلان.